السلام علیکم دوستان عزیز. فایده های خواندن. یکم، دور کردن وسوسه ها و غم و اندوه. دوم، دور ساختن چیزهای بیهوده. سیوم، از بیکاری و جمع بیکاران دور شدن. چهارم، گشاده و برا شدن سخن. پنجم، سبزیدن عقل و بزرگ شدن ذهن. ششم، بالاروی معرفت و زیاد شوی حافظه. هفتم، استفاده از تجربه آدمان و حکمت حکیمان. هشتم، زیاد شوی ایمان، مخصوصاً از کتاب‌های دینی و واعظان. نهم، راحت ذهن از هر فکر و اندیشه و غنیمت وقت از بیهوده رفتن. باز رسیدیم به پایان نوار امروزه. تا نوارهای آینده سربلند و سعادتمند باشید. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.